دعوا موا کردی در شماشگاه؟ موقعی که جوان بودم خب بسکتبال بازی میکردم تا دلت بخواد توپ بسکتبال خورده بهش. شما مشخص ضربه خورده بینید، یعنی طبیعی نیست بینی که اینقدر درج باشه. خون دماغ میشه؟ نه اصلا هیچ وقت مشکل تنفس و خور و پف و خون دماغ اینا نداشت. خور و پف که خودت نبود بگی، اونایی که کنارت خوابیدن بود بگی. آخه چون ناله رو بهم میگن، ناله میکنم تو خواب، از ناله میکنم ولی خور و پف نه. این چیزی که وجود داره اونم یه چند تا چیز واقعیت جراحی بینی رو بهت بگم. وقتی بینی تو عمل میکنی بینیت ورم داره. یکی دو ماه اول ورمت زیاده، حتی از بینی الان بزرگتر میشه. بعد شروع میکنه بعد از یکی دو ماه ورم کم میشه، از بین نمیره. یک سال و نیم طول میکشه کل ورم از بینیت بره بیرون. چرا ورم میکنه؟ چون بینی رو ما پوست بینی رو میدیم بالا، زیر بینی رو درست میکنیم، دوباره پوست رو سر جاش میدوزیم. این زیرش که درست شده بالاش مونده بود، پوست اضافه است، توش هم باد افتاده ورم. این باد مرور زمان بیاد از این بالا بیاد پایین نوک بینی پراب بره بیرون و پوست خودش رو جمع بکنه. این زمان میبره، هیچ کار دیگه ای نمیشه کرد. اینو دارم بهت میگم. قوزش که اصلا اول از آره قوزش و افتادگیش و ببین فرمش رو میبینی با باد شده و این هی روز به روز خوشگل‌تر میشه. تحمل